در مورد حروف الفبا بگم. سوالی که تو امتحان تیزهوشان ممکنه بیاد، شما باید حروف رو قشنگ با شماره‌هاشون یاد داشته باشین. من توصیه میکنم بیان مثل همینی که من چسبوندم به دیوار اتاقم، شما 8 تا ستون داشته باشین، 4 تا ردیف، یعنی 8 تا 8 تا بنویسین. میشه تو 4 تا ردیف، درسته؟ اولی الف میشه تا ه، بعدی خ میشه تا شین، صاد میشه تا قاف، کاف میشه تا ی. 1 تا 8، 9 تا 16، 17 تا 24، 25 تا 32. شما مثلا 8 و 16 و 24 و 32 رو یاد داشته باشین. به مرور مثلا 10 و 20 و 30 رو هم یاد بگیرید. کم کم همه رو حفظ باشین. وقتی مثلا سوال میاد که 2 تا حرف قبل از نون چیه، شما راحت میتونید 29 رو منهای 2 کنیم بشه 27. البته سوالای پیچیده تری به شما میده، یعنی خیلی میاد سوال رو پیچ میکنه که شما باید شماره ها رو بلد باشین. بعضی وقتا مثلا میگه 34مین حروف الفبا کدومه، شما میگین 32 یه، درسته؟ پس میایم برمیگردین از اول. 33 اینه، 34 اینه، اینجوری. یا بعضی موقع میگه دومین حروف الفبا چیه؟ تو گزینه ها ب نیست ولی ه هست، اومده از آخر حساب کرده. حواستون به این مطلب باشه. نکته ای که باید حواستون باشه، الف 1، خ 9، صاد 17، کاف 25، 8 هی شین 16. اینا رو یاد بگیرید. قاف 24، ی 32. اینا رو یاد بگیرید. بعد 10 چیه؟ دال. من میگم 10 د داره، دالم د داره. 20 ببینید شبیه زا دسته داره، ز دسته داره، درسته؟ زا. 30 هم واوه. اینجوری یاد بگیرید، کم کم همه رو یاد میگیرید. چند تا 3 نقطه ما داریم؟ چند تا حرف 3 نقطه داریم؟ 3 تا 4 تا. به نظر شما 4 تا؟ بشماریم پ، س، چ، ژ. دیگه نمیبینم. چند تا 2 نقطه داریم؟ یکی تیه، یکی قافه، 2 تا، درسته؟ یه نقطه ها رو بشمارین. بعدا با هم جمع کنین ببینید آیا شده 32 تا یا نه. کدوم حرف رو اگه بذاریم جلو آینه چپه بشه همونه، همون حرفه؟ اینم دقت کنین رو حروف. مثلا کاف نیست، کاف بذاریم جلو آینه سرکشش میره اون طرف، قرینه میشه. ولی ت، ب، اینا رو خودتون روی این قضیه فکر کنین لطفا.